با عرض ادب خدمت شاهزاده عزیزمون و از اینکه این فرصت رو دادید نه تنها به تلویزیون ایران آریایی و کارکنانش، به مردم بینندگان تلویزیون ایران که همیشه آرزو داشتن که به خصوص از ایران که با شما صحبتی داشته باشیم و امیدوارم این شانس به دست ما بیاد که یک روز فقط بتوانیم شما با مردم ارتباطتون برقرار، چون من اون سوالاتی رو که باید شایدی همیشه کردم. درصد بسیار خوشحالم این افتخار دادیم به ما و اگه اجازه بدید اولین تشکیل مجمع عمومی شورای ملی و شورای عالی که انتخاب شد، دفتر سیاسی و زیباترین قسمتی بود که مردم کتباً به شما رای دادن و این اون چیزی بود که ما میخواستیم و تلویزیون ایران آریایی با اجازهتون تمام برنامه را بدون هیچ دستکاری هیچی مستقیما که پخش کردن هر روز و 2 بارم اضافه و تلفن‌های بسیار زیادی داشتیم، امیدهای بسیاری. من میتونم بگم که جوانه زد یک امیدی و میخوایم این امیدی که به وجود آمده این رو هر روز قوی‌تر و قوی‌تر بکنیم. این هستش که خواستم که ازتون سوال اول اگر اجازه بدید بگذارم نظر خودتون از این حرکتی که کردین. شما هم همون احساسی رو دارین که مردم الان پیدا کردن؟ مسلما و البته فکر نمی کنم برای هیچ کدوم از همیهنان هم مسئله که الان میگم تازگی داشته باشه. وخیم بودن اوضاع و بحرانی تر شدن منطقه عواملی هستش که دیگر مسئله بیش از این صبر کردن یا اقدام عملی انجام ندادن رو واقعا غیر قابل تحمل میکرد. همونطور که همیهنان هم میدونن خب سال هاست که بسیاری از ایرانیان برای مبارزه با جمهوری اسلامی تلاش کردن، گروه های مختلف سیاسی، افراد مختلف، چه در درون چه در خارج از کشور. آنچه که به هر حال مشخص بود که هیچ ساختاری، هیچ تشکلی نمیتونه در داخل مملکت ما امروز به علت این خفقان و سرکوب شدیدی که رژیم انجام میده در داخل کشور تشکیل بشه در چالش مستقیم در مقابل رژیم و یا زیر سوال بردن نظام و بایستی یک پناهگاه، یک تکیهگاه، یک پایگاه اولیه‌ای به وجود می اومد خارج از کشور که صدای مردمانی که در داخل کشورمون حتی حق نفس کشیدن ندارن به دست نظام بدونن که یه جایی هست که در اونجا صداشون مطرح خواهد بود، خواستشون ارائه داده خواهد شد، نه فقط در ارتباط فقط همیهنانمون که جای خود دارن، ولی در سطح بین‌المللی هم وسیله باشه که بتونه از طرف همیهنانمون صدایی باشه، بلندگویی باشه و خواستهاشون رو به جهانیان بتونه برسونه. و اصلا مبنای اصلی این شورا از روزی که به این فکر افتادیم که این کار انجام بدیم با تعداد زیادی از کنشگران سیاسی، به خصوص کسانی که در داخل ایران زندانیان سیاسی عقیدتی که در واقع اولین نسخه این فراخوان از داخل ایران در همون زندان اوین در اومد و 42 نسخه بود که تا رسیدیم به مرحله آخرش. این 1 سال اندی که گذشت روی مسئله کار شد و واقعا جای خوشبختی است که به هر حال ما توانستیم اولین مجمع مؤسس یک شورای ملی که هدفش تنها و تنها رسیدن بشه ببخشید شرایط انتخابات آزاد در کشورمون بشه، یک فرایند دموکراتیک رو بتونه به صحنه ارائه بده و چه برای همیهنانمون چه برای دولت‌های خارجی گزینه‌ای اضافی‌تر رو میز بگذاریم که خدای نکرده در نبود چنین گزینه‌ای کار به جای باریک بکشه به فرم احتمالاً حملات نظامی به کشورمون و به طور کلی در این درجای موجود گرفتاری‌های دیگری که متوجه کشورمون میتونه بشه به زودی، جنگ شیعه سنی که هست، خطر از هم پاشیدن مملکتمون و خیلی مسائل دیگر که هزینه رو اینقدر بالاتر خواهد برد. در حال قدم اولیه و مهمی بود، جای تکمیل البته که داره، جای رشد البته که داره، جای اصلاح البته که داره، ولی باید از جای شروع میکردیم که کردیم و شاید اون
امیدی که شما بهش اشاره کردید بیخودی نباشه، چون واقعا مدت هاست که همیهنانمون بخصوص در درون در انتظار این بودن که یک وسیله‌ای فراهم بشه که کمک بکنه به اینکه یک روندی که در جهت یک تغییر بنیادی بتونه پیش بره فراهم بشه که سعی کردیم این کارو بکنیم و به هر حال الان در این مرحله لااقل اولین قدم رو برداشتیم. خب اولین قدم رو این شورا در واقع برداشته. حال قدم بعدی چیه و این قدم به این بزرگی که میخواد که گذاشته بشه، خب بودجه لازم داره. چیکار باید بکنیم؟ ما که از کشورهای دیگه ای توقعی نداریم. تمام امکانات چه مادی چه انسانی بر مبنای به چالش کشیدن افرادی هست که هر کدوم میتونن کمک بکنن در نهادینه شدن برنامه‌های این شورا، حالا چه به مفهوم هماهنگی‌هایی که تمام فعالیت‌های مدنی در اون کشور رو بتونن سازماندهی بکنن، کمک بکنن، یاری بدن، همفکری بدن، کمیسیون‌ها که زیر مجموعه‌های این شورا هستش در عمل به روز انواع اقسام کارهاست که باید انجام بدن، افرادی که فرض بفرمایید تخصص در کار تشکیلاتی دارن، خب به خصوص باید بیان تو کمیته روابط درونی کشور، کسانی که از نظر فرض بفرمایید روزنامه نویسی یا در زمینه اطلاع رسانی و یا مطبوعاتی تخصص دارن، خب میتونن بیان در کمیته رسانه‌ای و آگاهی رسانی شرکت کنن. کسانی که به طور کلی کار لابیگری و ارتباطات به مفهوم سیاسیش تجربه دارن، فرض بفرمایید با احزاب مختلف سیاسی در کشورهای مختلف، باید بیان تو پس که کمیته روابط خارجی فعالیت بکنن. کسانی که میتونن از نظر جمع‌آوری مالی یا تخصصی در این کار داشته باشن، از نظر فاندریزینگ، خب میتونن بیان تو کمیته مالی شورا شرکت کنن. فعالین حقوق بشر میتونن بیان تو کمیسیون حقوق بشر. در خیلی کارها هستش که به روزش به عنوان تولید کار در این کمیسیون ها در واقع انجام میشه و در اصل بخوام بگم که دفتر سیاسی این شورا که در سطح کلانش استراتژی کلی و برنامه ها رو برنامه‌ریزی خواهد کرد تحت نظارت شورای عالی این شورای ملی، قطعاً برنامه ها رو به اطلاع همیهنانمون خواهیم رسوند و فکر کنم مقدار زیادی از این ایده ها از داخل خود کشور خواهد آمد و بنابراین این ارتباطات بسیار مهمه و امیدوار هستم حالا که راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم که رسانه‌های ایرانی به خصوص نقش بسیار مؤثری میتونن داشته باشن در انعکاس بیشتر این مسائل و فکر میکنم اکنون که واقعا باید وارد مقوله چه باید کرد و راهکار ارائه دادن از نظر محتوایی بتوانند مسائلی رو مطرح کنند که نتیجهش ارائه طریق یا برنامه یا طرح یا ایده یا کارهای واقعا مفید و در نتیجه نهاییش یک نتیجه ملموس کاری این کمک خواهد کرد به تحرک این برنامه، جذب نیروهای مختلف برای همکاریشون در این مراحل و به طور کلی فکر کنم همیهنان خواهند دید که این یک دینامیزم طبیعی خودش رو خواهد داشت و گسترده تر خواهد شد و خب خیلی از سوالاتی که همیهنانمون دارن در عمل و به روزش باسی با نظارت و با برنامه‌ریزی و با بحث‌ها و با میزگردها با ورکشاپ ها به اصطلاح کارگاه‌های فکری، فروم‌های مختلفی که درش صحبت میشه، ایده‌های مختلف رو بسنجیم و بتونیم اونجایی که کارساز هست به عمل برسونیم و خب نهایتاً فکر کنم این همت عمومی از هر لحاظ من جمله بخش مالیش رو به حال هزینه در کار خواهیم داشت، همه اینا به هم ربط داره و کلاً یه پروژه‌ای است که فکر کنم همیهنان باید این رو به عنوان یک شرکت تلقی کنن که میخوان سهامدارش بشن و از روز اول درش دخیل هستن، شریک هستن، نظر دارن، مشارکت دارن و به این شکل میتونیم کار رو پیش ببریم و فکر کنم عملی هم خواهد بود و به هر حال قدم به قدم داریم این کار رو میبریم جلو. سوال اینجا میشه که آیا باید دعوت بکنن این شورای و این دفتر سیاسی که بودن برای تشکیل کمیته ها دعوت از مردم بکنن یا مردم والنتری اعلام که شد بپیوندن؟ خب البته اساس این شورا بر مبنای فراخوان بود که در به روی هر کسی یا هر سازمانی باز بود که بیان. این مسئله نه دعوتی بود نه هزینه کسی پرداخته شد، خودتون شاهدش بودید. بله. بنابراین خواستیم از روز اول بگیم که این
انجام این کار صرفاً و نهایتاً متکی است بر اراده افراد، مشارکت خودشون، داوطلبی خودشون. درسته که البته برای اینکه یه نظم و ترتیبی پیدا کنه این ساختار، یه سلسله انتخابات انجام شد برای تشکیل فرض کنید شورای عالی دفتر سیاسی، اما من الزاما فکر نمی کنم، البته این نظر شخصیمه، این رو باستی مسئولین شورا در این مورد تصمیم بگیرن. خب من به عنوان سخنگو به اطلاعاتون خواهم رسوند، ولی کلا قبل از اینکه این شورا تشکیل بشه صحبت کلی که با دوستانی که فعال بودن در این رابطه داشتیم، طبیعی است که وارد شدن به کار برای کسانی که علاقه‌مندن شرکت بکنن، بیان عضو این کمیته بشن، الزاما نباید از این مسیر انتخاب شدن باشه. میتونن داوطلبانه خودشون رو معرفی بکنن و داوطلبانه شرکت بکنن. شاید هم از عده متخصصین دعوت بشه برای کمک کردن از دید فرض بفرمایید چه از در بعد استراتژیکی، چه از دید مثلا متخصصینی که میتونن مشورت بدن در ارتباط با کانون مختلف که الزاما عضو شورا نیستن. به هر حال از این طریق هدف این هستش که هر چقدر بیشتر کیفیت کار بالا بره، مشارکت افراد بیشتر بشه و در باز هست برای هر ایرانی که اگه اعتقاد دارن به این هدف و به این اصول، خب خیلی هم خوشحال خواهیم بود که بفرمایید. شاهزاده، مردم درون ایران که میگم انقدر با امید، واقعا اینو قبول دارم که در اینجا بودم ولی با تماسی که با استودیو داشتم چقدر آمدن و چقدر قبلا می آمدن. حالا اینا چی کار بکنن در درون ایران؟ آیا الگوی این رو پیاده بکنن؟ ما برای اونا دو نسخه فکر نمی کنم برسیم. آیا همین شیوهی که داره میره اونها میتونن این رو یه الگو کنن؟ چون قبلا هم شنیدم گفتن که داریم یه کارهایی رو ما میکنیم. چجوری باید این انجام بشه؟ خب خیلی طبیعی است که تقسیم کار اساس کار هست. نهایتاً پیکاری که باش مواجه خواهیم بود، چون این فرضیه هستش که خواستی که ما امروز بیان میکنیم چیزی نیست که نظام دو دستی تحویل مردم بده. یعنی در واقع وقتی ما میگیم ما خواهان شرایط انتخابات آزاد در کشورمون هستیم، در عمل میدونیم که جمهوری اسلامی هرگز این شرایط رو اجازه به وجود اومدنش نخواهد داد. به همین دلیل هستش که ناچاریم در ماورای این نظام، یعنی با فروپاشی این نظام یا انحلال این نظام، به اون شرایط سیاسی برسیم. بنابراین یه پیکار مدنی پشت سر این هستش که نظام رو وادار بکنه به سقوط و به حال از بین رفتنش، چون این رژیم به دست خودش هرگز این حق رو به ملت ایران نخواهد داد. پس بنابراین فعالیت‌های متعدد مدنی در کشورمون لازم هست در تمام بخش‌های مختلف اجتماعیش. و نهایتاً من همیشه شخصا اعتقاد داشتم که آنچه که نهایتاً کمر نظام رو خواهد شکوند اعتصابات سراسری است در کشور. اما برای رسیدن به اون مرحله خیلی کارهای زمینه‌سازی باید انجام بشه و حتی کمک خواهد کرد به فازهای بعدی مملکت. نه فقط فکر کنید که این کار فقط به درد این خواهد خورد که نظام فروپاشی بشه، تازه اول کار بعدش. ولی زمینه‌های حزبی آینده کشور بر مبنای فعالینی هست که امروز در این مقطع از زمان در این به اصطلاح فعالیت‌های مدنی همدیگر رو پیدا می‌کنن، با هم آشنا میشن، با هم کار می‌کنن، شبکه سازی می‌کنن، سلول‌های اولیه رو تشکیل میدن در تمام بخش‌ها. حالا می‌خواد کارگرا باشه، نمی‌دونم دانشجویان باشه، زنان باشه، همینطور الی آخر. و خب طبیعتاً این داد و ستد فکری و این رفت و آمد بین افراد و این برنامه‌ریزی‌های مشترک به هر حال لازم ملزوم هم هست. این چیزی نیست که یه طرفه شما یه چیزی بگید اونجا انجام بشه یا از اونجا یه چیزی بخوان از این، و بایستی دائم این تعامل به وجود بیاد. تنها راهش اینه عملاً اگه فکر بکنیم. و بنابراین با بودن اولین پایگاه کار و یک مرکزی که در اونجا افکار جمع بشه، بررسی بشه و بر مبنای یک دید کلی از کل داستان بشه کارها رو تقسیم کرد. و اینجاست که میگفتم که خب کمیسیون هایی که تشکیل خواهد شد هر کدوم یه نقش خاص و یه برنامه‌های خاص خودشون ارائه خواهند داد. با ایده هایی که از داخل خود مملکت میاد بهتر خواهند تونست اون وقت رفع و رجوع بکنن. ولی این ارتباط بسیار لازمه. فکر کنم استفاده از کانال های ارتباطی مجازی خیلی کمک کرده به تسریع این کار که سابق نداشتیم، ولی خب امروز خیلی بروزتر هستش.
باری من فکر کنم از این طریق ما خیلی سریعتر خواهیم رسید به مرحله‌ای که هم تا جایی که راهکار بتوانیم ارائه بدیم از طریق این شورا و تا جایی که دوستان از درون بتونن ایده خودشون رو برسونن، خب مجموعه این فعالیت کمک خواهد کرد به تشکیلات و سازماندهی‌های لازم برای پیکاری که در پیش خواهیم داشت در ماه‌های آینده. میدونم که شنیدم، البته خیلی کم تونستم چون در سفر بودم ببینم، که میدونی که تمام مصاحبه‌های شما رو ما برای مردم پخش میکنیم، بعد مردمی باشیم، مردم بدونن چی داره میگذره و چقدر مورد استقبال به خصوص از درون ایران هست. در این زمینه باید بازم کار بکنیم، بازم با مردم بیشتر در تماس باشیم، مردمی باشیم، خیلی مهمه. و اکثرا که از ایران زنگ میزنن، سوالی که دارن که همیشه میگفتن بپرسید، میگن زمان کمه، مردم در فقر و بدبختی هستن، روز به روز بدتر دارن میشن، چه بکنیم که این زمان رو یک کمی کوتاه‌تر بکنیم؟ خب ببینید، فکر میکنم که یک مسئله معجزه‌ای هستش که بتونه درد مملکتمون رو علاج بکنه، ولی همین که شما بیان کردید که امروز احساس خطر بزرگ و واقعا به فرمی که میشه گفت کیان کشور در خطر است، این دیگه شوخی بردار نیست. من فکر کنم بسیاری از همیهنان عمق فاجعه رو بیشتر و بیشتر دارن لمس میکنن و زمزمه‌های بسیار مخوفی رو میشنون، حالا چه در باب یه سری حرکت‌های بوی تجزیه طلبانه یا گرفتاری‌های دیگر که همش البته ناشی هست از عملکرد این نظام، ولی مردم ایران که این نظام نیستن. مردم ایران میتونن خیلی از مسائلشون رو بین خودشون حل بکنن. ولی یه چیزی که باید بهتون بگم که اینم واقعا یه توقعی است که اول از همه به عنوان یکی از شهروندان رو مملکت از خودم دارم، این ازش که ما دیگه نمیتونیم با یه برخورد انتظاری به قضایا نگاه بکنیم. بایستی عمل کرد، بایستی اقدام کرد، بایستی ابتکار عمل به خرج داد. نمیگم در یک تاریکی مطلق، به همین منظور هست که باید با هم صحبت کنیم، چاره جویی بکنیم و اصلا فلسفه این شورا از روز اول این بود که از پایین به بالا بیاد، بر مبنای خرد جمعی کارو پیش ببریم. چون هیچ جریانی، هیچ رهبری تک و تنها و محدود نمیتونه یک پروژه به این عظمت رو پیش ببره مگر یه مشارکت مستقیم و بسیار فعالانه تک تک ایرانیان رو بتونه در بر بگیره، چون کار بسیار وسیع هست اما شدنیست. بنابراین من فکر کنم اگه برخورد همیهنان اون باشه که ما از ذکر مصیبت یه قدم بریم جلوتر، میدونیم مشکل کجاست، میدونیم گرفتاری‌ها کجاست، میدونیم موانع کار کجاست، ولی هیچ کاری نیست که نشدنی باشه. به شرط که درست فکر کنیم، درست برنامه‌ریزی کنیم، درست سازماندهی بکنیم، اولویت کار رو درست در نظر بگیریم. هرچه سریعتر این کار پیش بره، اون فاکتور زمانی هم قابل جبران خواهد بود. ولی اگه دست رو دست بگذاریم، این اقدام نمیخوام بگم عجولانه ولی عاجلانه صورت نگیره، طبعا اون نگرانی که همیهنان دارن ممکنه واقعا دردسر تولید بکنه و برای همین میگم باید به خودمون بیایم، بدونیم مسئله واقعا جدی این بار و فقط میتونیم رو قابلیت‌های خودمون تکیه بکنیم، به امید این یا اون یا هیچ دولت خارجی نباشیم. اگه ما رو در این راه کمک کردن فبه المراد، ولی روی یک عقیده و باوری پیش بریم که به صورت بالقوه در توان و ید ایرانیان هست. فراموش نکنیم یه اقلیت مطلقی مملکت ما رو قبضه کرده و پیش میبره، چماقدارم دارن، سرکوبم میکنن، ولی اکثریت بلا استثناء جامعه ما در خارج از این نظام قرار گرفته، یعنی رابطه 9-1 تقریبا. بنابراین در بالقوه اکثریت رو و نیروها رو در جامعه سراغ داریم، اما این اکثریت هرگز تبدیل به یک واقعیت نمیشه مگر اینکه عملا وارد کار بشن. راهنمایی لازم هست، هماهنگی لازم هست، رهبری لازم هست، کاملا مشهوده. ولی خیلی از کارهایی که در درون کشور باید شکل بگیره چیزی نیست که از راه دور بتوان تنظیم کرد. خیلی از این تشخیص ها رو همیهنان در داخل دارن، میدونن که مثلا در فلان شهر یه سری کارها رو میشه انجام داد، در صورتی که یه سری از کارها رو مثلا نمیشه انجام داد.
یه سری کارا رو میشه در اهواز انجام داد که در مشهد نمیشه انجام داد، یا یه سری کارا هستش که در تبریز میشه انجام داد ولی در اصفهان نمیشه انجام داد، یا در تهران یا جای دیگر. ولی مجموعه این کنش‌ها و تلاش‌ها اون جنبه فراگیری خواهد بود که نهایتاً اون تأثیر مفیدش رو و کافیش رو خواهد گذاشت برای موفقیت کل این پیکار، به شرط که از همین حال واقعا وارد مرحله اقدام بشیم، کار تولید بکنیم، راه رو درست پیش بریم، تشکل‌های لازم، برنامه‌ریزی‌های صحیح. و خب این مستلزم این هستش که این ارتباطات هرچه بیشتر بشه و باز میگم تاکید میکنم رو اهمیت اطلاع رسانی، چون یک وسیله است که اگر نقطه ضعفی باشه در کار محدودیت‌های ارتباطی است. و این رو امیدوار هستم که به خصوص کسانی که از دید آگاهی رسانی، حالا چه رسانه باشن چه کسانی که به هر حال توی دنیای مجازی از همه جور امکانات میتونن استفاده کنن برای اطلاع رسانی دو طرفه، این خیلی کمک خواهد کرد به تسریع کار برای اهدافی که در پیش است. شاهزاده رضا پهلوی در قبل و الانی که این حرکت آغاز شده و این شورا و این مجمع هم تشکیل شد، از نظر جوامع بین المللی چه احساسی میکنین؟ آیا گرایش بیشتری پیدا کردن یا جامعه خود ایرانی چه ریاکشنی نشون دادن در این زمینه؟ در عرض این 1 سال و چند ماهی که میگذره از شروع این پیکار تا به مرحله‌ای که 2 روز پیش بهش رسیدیم در این فاز اول، خب مقدار زیادی از سفرهایی که انجام دادم شخصا در ارتباط با این مسئله دیدارهایی بود که با بسیاری از شخصیت‌های مختلف دولت‌های خارجی، نمایندگان احزاب مختلف، نمایندگان مجالس این کشورها، وزرای بعضی از این دولت‌ها انجام شد و رو این کانسپت حتی قبل از که حتی به وجود بیاد صحبت می‌شد، برخلاف مثلا بگم 10 یا 15 سال پیش که اصلا نسبت به ایران به کلی متفاوت بود. فقط دغدغه و مشغولیتشون بود با رژیم و مذاکره با رژیم و زد و بند با رژیم و این حرفا. اصلا نه به فکر اپوزیسیون بودن، نه به فکر آزادیخواهان بودن، نه به خیلی فرق کرده قضیه. شاید همون حس خطری که از یک دیدی ما با دلسوزی به حال خودمون از دید مردم ایران داشتیم، به نوعی این احساس خطر رو جهانیان کردن، به این مفهوم که بحران منطقه رو میبینن، راه دیپلماتیک تقریبا نتیجه‌ای نداده و متوجه این قضیه هستن که داره کار به جای باریک میکشه. بنابراین این استقبال از کلیت این ایده و حتی پیش از اینکه این تشکیل بشه، بسیاری به من گفتن که به محضی که همچین چیزی تشکیل بشه ما حاضریم رسما وارد ارتباط و مذاکره بشیم باهاتون، که به نظر من این بسیار علامت خوبی است. حال بحثگی خواهد داشت به عملکرد صحیح دوستانی که در این شورا تلاش میکنن و حمایتی از این شورا خواهد شد. و در اینجا لازم است که یه چیز بسیار بدیهی رو بگم که هر چقدر بیشتر درون کشور همایش‌هایی رو نشون بدن که این خواستی که ما بیانگرش هستیم در عمل قابل لمس باشه از دید جهانی، خیلی بیشتر باورمند میشن که واقعا یه چیزیست که جامعه ما میخواد، دنبالش هست، اقدام میکنن و باز به این نوعی به نمایش گذاشته بشه. اون موقع واقعا درها خیلی زودتر باز خواهد شد، نه که بگم باز نیستن ولی بازتر خواهد شد و یک سرمایه گذاری محکمتر و قویتری رو این برنامه خواهد بود از دید جهانی. یک کار یه شب هم نیست، یک کار تدریجی است. طوری نیست که امروز شب بخوابیم صبح پاشیم این تمام سیاست جهان عوض شده. خب باید تدریجی رفت جلو. ولی بسیار مهم هست که همه در داخل کشور بدونن که بسیاری از این اقداماتی که لااقل شورا بهش اشاره میکنه که اساساً پایه‌ریزی میشه روی یک مقاومت مدنی در داخل، نافرمانی مدنی. خب وقتی این نافرمانی مدنی معنیش چیه؟ طیف کارگرها هستش، طیف دانشجوها هستش، زنان ایران هستش، مسئولین به اصطلاح تمام تکنوکراسی و بوروکراسی مملکت هستش. خیلی علائمی که نشون دهنده این اعتراض و مقاومت و فرض بفرمایید حتی به فرم اعتصابات اول کار هستش و تمام اینها علائم ملموسی است برای جهان که این قضیه واقعا جدی است و مردم ایران دارن واقعا تکون می‌خورن. میلان
تنها ول کنیم رو هوا و کاری نکنیم. تمام اینا مؤثر خواهد بود در برد مؤثر کار این شورا و نهایتاً به خاطر خود مردم در درون، چون تمام انگیزه این هستش که جامعه ایرانیان برون مرز و جهانیان رو به چالش بکشیم در حمایت از خواست همیهنانمون در داخل. اصلا پایه اصلی این شورا فقط و فقط بر مبنای تایید و پشتیبانی و در واقع حمایت از درون هست که این چیزی که این شورا ارائه میده خواست ماست و از این طریق میتونیم کمک بگیریم و یاری بگیریم و در واقع یک مکانیزم واسطه‌ای است که سهولت ببخشه به هدفی که همیهنانمون مبارزه درون کشور دارن. برای این مبنا من فکر کنم کارو میتونیم پیش ببریم و هر چقدر که میگذره استقبال بیشتری هم در سطح جهانی خواهد شد. کما اینکه در همین اجماعی که داشتیم، اولین جلسه مؤسس این شورا در همین 2 روزی که در این ویکند بودن شخصیت‌هایی که نمایندگان دولت‌های مختلف که آمدن و چند ساعتی ناظر این برنامه بودن و البته من تا به حال اطلاع خاصی از نتیجه برداشتشون از شورا نشنیدم که البته هر موقع شنیده شد و در جایی که صحیح باشه منعکس خواهد شد، ولی بودن، یعنی دنبال میکردن، میدونستن و کنجکاو بودن ببینن چطور مسئله پیش میره. خب اگه بی تفاوت بودن اصلا کسی نمیومد. خودش علامت اینه که واقعا مهمه براشون که همچین چیزی آیا میتونه مثمر ثمر باشه، علل خصوص که اگه بخوایم مقایسه بکنیم با اتفاقاتی که تو منطقه اخیراً افتاده، مثلا فرض بفرمایید مصر یا فرض بفرمایید سوریه، خب یکی از سوالاتی که در جو بین‌المللی زیاد میشه هستش که خب ما درست نمیدونیم که خلاهایی که به وجود میاد پس از فروپاشی حکومت‌های استبدادی جاش واقعا چی قراره بیاد. برای به ایران یه علامت سوال بزرگی هست و میخوان مطمئن باشن که خب حالا اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد پشت سرش چی قراره بشه. آیا هستن اون نهادهای سیاسی و اجتماعی در مملکت که در واقع به همین دلیل بود که یکی از نکاتی که فکر میکنم در لابلای صحبت‌هایی که در شورا شد یا در مصاحبه‌ای که داشتم بهش اشاره کردم دقیقاً این بود که ما فقط به فکر این فاز مبارزه نباید باشیم، از همکنون باید فکر زمینه سازی‌های لازم رو در درون کشور برای پایه‌های سیاسی آینده کشور بکنیم، به مفهوم احزاب، به مفهوم قوی‌تر کردن نهادهای به اصطلاح غیر دولتی در بخش جامعه مدنیمون و این واقعا کاری است که خیلی از کنشگرانمون در داخل کشور باید راجع به اون هم فکر کنن، نه فقط مسئله نافرمانی در این فاز بلکه زمینه سازی‌هایی که در کشور لازم خواهد بود. این نیز مهم هست. چرا؟ چون بخشی که ما میتونیم دنیا رو قانع بکنیم که مسئله فقط این نیست که نظام از بین باید بره بلکه ایرانیان به آزادی برسن، ولی ایرانیان این قابلیت رو دارن که این خلا رو پر بکنن. نمونه‌ش هم این، نمونه‌ش هم اون. این رو باید بشه به شکل ملموسی ارائه داد. بنابراین این مسئله بسیار مهمه و تمام اینها جواب اون سوال اولتون هستش که نگران گذشت زمان هستن. خب بجنبیم، از همین حالا فکرشو بکنیم، تقسیم کار بکنیم. اون عده‌ای که این بخش کار در این فاز که کار این شورا هست رو درک میکنن اینجا میتونن کمک بکنن. ولی خیلی داریم افرادی که از دید تخصصی، اقتصاددان، حقوقدان، انواع اقسام کسانی که راجع به مشکلاتی که کشور ما حالا هر حکومتی در آینده بخواد سر کار بیاد در حال باش روبرو خواهیم بود، از نظر بهداشت، از نظر نمیدونم تغذیه، از نظر نمیدونم آموزش پرورش، مسائل انرژی، مسائل اقتصادی و و و و. خب خیلی از این متخصصین میتونن راجع به مسئله از حالا کار کنن، نظر بدن، برنامه بدن بین داخل و خارج، یک پل ارتباطی، یک چاره‌جویی، یک ارائه طریق، یک پیشبینی یا یه سری پروژه های پیشنهادی که دولت انتقالی یا دولت های بعدی تازه به فکرش نیفتن اصلا روش کار بشه. تمام اینا کمک خواهد کرد هم به سود جامعهمون و هم از دید بین‌المللی که ایران به قول معروف در این حالت التهاب و آنارشی نخواهد بود. واقعا روش داره کار میشه و بیشتر کسانی که در حال حاضر در کادرهای مدیریت دولتی یا اجتماعی هستن سر جاشون خواهم بود. اونها نیز باید شریک این کار باشن، ایده‌اش رو داشته باشن. گیرم که شاید جرأت نداشته باشن یا نخوان در قالب این سیستم، حتی اگه بخوان هم بتونن بگن، ولی دلیل نیست که نتونن اصلا روش فکر بکنن، لااقل با همدیگه روی مسئله فکر بکنن. تمام اینا کمک خواهد کرد
به کلیت این فرایند تا برسیم به اون روزی که به امید حق برسیم به اون حکومت که سزاوار مردم ایران هست که واقعا برگردیم رو قلتک ترقی و پیشرفت. پس در واقع الان ما یک سرپناهی پیدا کردیم که مردم ایرانی بتونن به اونجا پناه ببرن، کارشون رو سریعتر و بهتر بکنن و یک جایی پیدا شده که اگر که جوامع بین المللی میخوان صحبتی بکنن میگن بابا هستن کسایی دیگه، مثل اون وقت نمیگن که ما کجا بریم با کی حرف بزنیم که الان این به وجود آمده و این حرکت مردم میتونه این رو خیلی سریعتر بکنه، خیلی مهم باشه. خیلی مهمه برای اینکه خب یکی از ایراداتی که به حق گرفته میشد این هستش که خب شما میگین جمهوری اسلامی بده ولی اپوزیسیون پراکنده است. اپوزیسیون اصلا به اون شکلی که هستش ما نمیبینیم که بینتون حتی توافقی باشه، چون تمام دعواهای ایدئولوژیکی و حزبی و مسلکی هستش. اتفاقا یکی از دلایل دیگر تشکیل چنین شورا و وقتی میگیم ملی به مفهوم اینه که فراسیاسی است، فراجناحی است، حزبی نیست، ایدئولوژیک نیست، به یک گروه خاصی تعلق نداره. هر جریان سیاسی صرف نظر از اختلاف سلیقه‌هاشون میتونن بر مبنای یک دیدگاه‌های مشترک در اصول با هم توافق همکاری داشته باشن در این مرحله از کار تا برسیم به اون آینده‌ای که همه درش ذی‌نفع هستیم برای به دست آوردن اونها. اون روز اختلافات خواهد بود، جر و بحث‌ها خواهد بود و در تشکیل یا انتخاب شکل نظام و یا در رقابت‌های حزبی آینده. ولی در این مرحله اپوزیسیون دموکراتیک ایران که فکر میکنم اکثریتشون حالا چه چپ باشن چه راست باشن چه طرفدار نظام پادشاهی باشن چه طرفدار نظام جمهوری باشن، در این که ما نیازمند یک حکومت سکولار پارلمانی هستیم برای رسیدن به دموکراسی به عنوان بدیلی به یک حکومت توتالیتر مذهبی، در این اکثریت افکار نیروهای آزادیخواه یکیست. بنابراین این چهره‌ای که میتونه یک به اصطلاح چطور بگم یک بخش عظیمی از جامعه رو در بر بگیره، برای بار اولی است که میتونه بگه اپوزیسیون دموکراتیک ایران یک مجموعه بسیار کثرت‌گرایی است که در این مقطع از زمان با هم دارن کار میکنن در یک مسیر مشترک و این دقیقاً اون چیزی که جهانیان رو بیشتر جذب خواهد کرد و اعتمادشون رو جلب خواهد کرد. اگر از این در این مورد غفلت بکنیم خب واقعاً در واقع تیشه به ریشه خودمون زدیم. دیگه از این واضح‌تر چی بگم؟ شاهزاده در حقیقت میتونیم بگیم بدیلی که شما و همه شورا روش پافشاری میکنه همون آلترناتیو میتونه باشه. خیلی دقت کنیم رو لغت آلترناتیو. ببینید فکر میکنم روندی که شورا معرفش هست یک پروسسوس دموکراتیک ادعای آلترناتیو بودن رو نمیکنه. آلترناتیو در واقع یه شکل نهایی است که در یک کشوری باید شکل بگیره. ما صرفاً وقتی میگم ما موضع شورا رو دارم عنوان میکنم، شورا تنها رسالتی که به خودش واجب میدونه این هست که در این قسمت قبلا هم توضیح دادم دلیلی که چرا در خارج باید شروع میکردیم این هستش که این خواست بنیادی جامعه‌مون در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، صندوق رای، ابتدایی ترین و اولین خوانی که باید ازش عبور کرد تا بخوایم به مرحله بعدی برسیم، این خواست رو بیان میکنه و براش برنامه ارائه میده که چگونه به این خواستی که داریم بتونیم برسیم و این رو بتونه انتقال بده در سطح جهانی که در کجا هستش که ما این انتظار رو از دولت‌های آزاد جهان داریم که از این خواسته ما حمایت بکنن تا برسیم به اون روزی که این شرایط در مملکت رو فراهم بشه. اون روزی که به این شرایط رسیدیم در واقع زمانی خواهد بود که همیهنانمون قادر خواهند بود آزادانه نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، فرض بفرمایید بفرستن به مجلس مؤسسان برای بررسی تمام نکاتی که مورد بحث هست از نظر آینده کشور، قانون اساسیمون، مسائل متعددی که باید بحث بشه، ارائه دادن یک شکل نظام و این قانون و نهایتا انتخاب نهایی مردم در اینکه کدوم شکل رو اصلا بیشتر میپسندن تا برسیم به مرحله نهاییش که تشکیل اولین مجلس شورای ملی حکومت دموکراتیک جدید ایران خواهد بود و انتخابات تشکیل دولت آینده ایران. ما الان در اون فازی هستیم که هنوز رژیم سر کار هست و باید اول با اون روند بریم.
بنابراین آلترناتیو زمانی به وجود میاد که رژیم از بین رفته باشه و این فرایند دموکراتیک به مرحله‌ای برسه که نهادهای دموکراتیک در کشور بتوانند برسن به اون مرحله تعیین اون بدیل. بنابراین یک مسیری داره طی میشه، یک فرایند دموکراتیک. در واقع نتیجه اعلام نشده، فرایند یک گزینه است در مقابل وضعیت موجود. اگه این رو درست درک بکنیم میفهمیم که هیچ چیزی از قبل تراشیده نشده، چون همه چیز بستگی خواهد داشت نهایتاً به انتخاب و تصمیمی که مردم ایران در یک محیط آزاد خواهند گرفت. بنابراین ما مدافعین این حق هستیم، ولی به هیچ عنوان نه ادعای نمایندگی مردم ایران رو داریم میکنیم، چون وکالت از جانبشون نداریم که برای تصمیم براشون بگیریم، ولی پایه مقبولیت و مشروعیت این شورا صرفاً و صرفاً بستگی داره به میزان حمایت و پشتیبانی که همیهنانمون از داخل ایران نشون خواهند داد. ادعای بیشتر از این هم نداریم. بنابراین هدفمون مشخصه و پایه مقبولیت رو بر مبنای پشتیبانی همیهنان میذاریم. اگه این گزینه رو میپسندن و ترجیح میدن به گزینه‌های دیگری که در صحنه ممکنه باشن. شاهزاده، در این شورای ملی صحبت از آشتی ملی زیاد میشه. دوست دارم که کمی اینو باز بکنیم برای اونهایی که هنوز متوجه نشدن که وقتی صحبت میشه از آشتی ملی در این شورا منظور چی؟ ببینید، بهترین مثالش رو میتونم در مورد آفریقای جنوبی براتون بزنم و راهکاری که نلسون مندلا به خرج داد تا از اون حالت خشم و سرکوب و انتقامجویی و کینه پرهیز بشه و به جاش زمینه‌ای فراهم بشه که طرفین معادله بتونن یه توافقی بکنن برای که به نتیجه برسونن بدون که درگیری و کشت و کشتار و انتقامجویی فراهم بشه. واقعیت امر این هست که بسیاری هستن کسانی که شاید در حال حاضر درگیر این دستگاه حکومتی هستن یا توی دستگاه هستن یا توی حکومت هستن یا گیر کردن توش. به هر حال هر جور نگاه بکن، حال چه کسانی که در بخش سیویل دولت کار میکنن چه در بخش انتظامیش، ارتش، سپاه، بسیج، غیر از با توجه به اتفاقی که 33 سال پیش افتاد، خیلی ها ممکنه نگران از این باشن که آقا اگه این رژیم رفت، آیا مردم میان به شکل انتقامی با ما برخورد میکنن، مثل خمینی میگیرن امرای ارتش رژیم پیشین رو اعدام میکنن یا وزراشو، یا اینکه ما در آینده این رژیم جای خودمون رو خواهیم داشت. اینجاست که من فلسفه آشتی ملی و عفو عمومی رو مطرح میکنم، چون فقط دغدغه ما این نیست که این نظام بره، و دغدغه ما این هستش که امنیت، صلح، آرامش تو مملکت ما هر چیز زودتر برقرار بشه و دور باطل انتقامجویی از بین بره. وگرنه ما هرگز قادر نخواهیم بود کشورمون رو از این وضعیت چند نسل دیگه باز فدا بشن، اصلا اگه ایرانی بخواد بمونه. بنابراین این مسئله بسیار مهم نیست که توجه همیهنانم رو بهش واقعا جلب میکنم. مسئله فقط این نیست که شعار آزادی خواهانه و حقوق بشری و دموکراسی و آزادی داشته باشیم. یک کردار، یک منش، یک فرهنگی رو باستی در نظر بگیریم که فرهنگ صلح و آشتی و بخششه، نه انتقام و قهر و عقده و به حال برخوردهای تشنج آور و از بین برنده هر زمینه آرامش یا امنیت. اتفاقا رو خیلی از این روها حساب میکنیم که خودشون رو دخیل بدونن در این تغییر، نه که فقط نتیجه تغییر رو ببینن. بیان به جرگه مردم بپیوندن، بیان از این نظام بکنن، چون خودشون میدونن که نظام به درد میخوره. ولی این تنها براشون کافی نیست که خودشون به انتظار خودشون از این نظام بکنن، یه احساس امنیتی و تضمینی باز بکنن که جامعه نسبت به اینا به شکل قهری برخورد نکنه و این زمینه آینده رو فراهم میکنه. بنابراین اگه ما با این فلسفه آشتی و عفو بریم جلو، خیلی سریعتر فروپاشی در نظام شکل میگیره، خیلی زودتر نیروهایی که از نظام میخوان خارج بشن به مردم وصل خواهند شد و این علامت رو خود مردم بایستی به این افراد بدن. این کافی نیست که یه عده‌ای این رو عنوان بکنن، واقعا باز جنبه همگیر و مردمی پیدا بکنه. بنابراین این یکی از نکات بسیار کلیدی هست
در روند، اگر مبنای کار نافرمانی است، اگه مبنای کار پرهیز از خشونت هست، حرکت‌ها رو بدور از خشونت، شما نمیتونید بگید بدور از خشونت اگر عامل بخشش رو همراه نداشته باشه. چون خشونت موقعی است که امیدها از بین رفته و کار به جای باریک میکشه و همه میزنن به قول معروف به سیم آخر. ولی هرگز در چنین شرایطی نه به دموکراسی میرسیم، نه به امنیت میرسیم و هزینه بسیار گزاف و گران خواهد بود. بنابراین امیدوارم که این تشخیص رو باشن که بدونن که به اندازه کافی زجر کشیدن، به اندازه کافی سختی میکشن، به اندازه کافی سرکوب شدن. اگه میخوان هر چی زودتر خلاص بشن از این وضعیت، بایستی فقط به فکر تغییر رژیم و فقط به امید آزادی نباشن، بایستی بین خودشون یه قرارداد جدید اجتماعی ببندن و حاضر باشن که از یک سری مسائل بگذرن که زودتر این اتفاق بیفته با کمترین هزینه ممکن. سپاسگزارم از پاسخ جامعی که فرمودید. خب الان شاهزاده مسئله، اجازه بدید من بگم انتصابات، چون من انتخاباتی نمیبینم، من و ما نمیبینیم. این یک انتصاباته و بازم با هلیکوپتر رای دزدیدن و از این برنامه ها و از این مسائل. و اگر مردم میخوان بدن باز دوباره رای بدن و بعد بگن رای ما رو دزدیدین یا بگن از کشورهای خارجی اوباما شما اوباما یا نیست، اینا همه پیش آمد، تجربهشو کردیم. الان در این زمان مدتی که هست روی این تحریم چقدر باید کار بکنیم که مردم نرن و در اثر حضور فیزیکی نداشتن آیا جوامع بین المللی به این نتیجه میرسیدن که این رژیم منفوره در بین مردم ایران؟ یکی از فاکتورهای مهم هست، با این تفاوت که اگر در سالهای گذشته همیهنانمون مواجه بودن با وضعیتی که تنها چاره انتخاب بد و بدتر بود، یا اینکه برخلاف آنچه که من از روز اول بهش اعتقاد داشتم که اصلا رأی دادن در نظامی که رأی مردم رو احترام بهش نمیگذاره دور ریختن یه رأی هست و فقط میتونه کمک بکنه به یک ادعای مشروعیت داشتن در ارتباط با جهانیان که ببینید مردم دارن رأی میدن بنابراین ما مشروعیت داریم، هیچ حاصلی برای مردم ما نداشته. کما این که بسیاری از اصلاح طلبانی که تا چند وقت پیشا هنوز سعی داشتن که باز مجددا به یک جوری به یه نوعی یا به تدریج وضعیت رو عوض بکنن، خیلی هاشون کم کم به این نتیجه رسیدن که این کار واقعا بیفایده است، اتلاف وقته و واقعا بایستی از این حاکمیت خارج بشیم و به فکر چاره فراتر از رژیم باشیم. آنچه که این بار ضمناً هست این نیست که فقط بگیم تحریم، حتما باز تحریم کردن انتخابات رو، در هیچ بحثی نیست، ولی این بار یک شعار جدیدی اضافه شده که ما سعی کردیم از طریق این شعار فراهم بکنیم. این بار میگیم ما میگیم نه به رژیم و انتصاباتش، ولی به جاش خواهان حق انتخابات آزاد در کشورمون هستیم. این میتونه شعار فراگیر باشه امروز در جامعه. امروز میتونه بگه ما به هیچ عنوان دیگه زیر بار این مسخره بازی‌ها و خیمه شب‌ریزی‌های رژیم نمیدیم، با صدای رسا، با اعتراضات، با تظاهرات به جهانیان اعلام میکنن که آقا ما هیچ چیزی کمتر از این حق ازش کوتاه نمیاد. ما میخوایم در کشورمون حق به برگزاری انتخابات آزاد داشته باشیم. این صدای ماست، این خواست ماست و به هیچ عنوان دیگه وارد بازی این رژیم نمیشیم. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه، وگرنه هر نوع شرکت در این رژیم باز مسئله رو به درازا میکشه، باز یک دور دیگری از این بازی رژیم خواهد شد. به هر حال میگن از ماست که بر ماست دیگه. این یک فرصتی است برای اینکه جامعه بگه این حکومت رو ما نمیخوایم، انتخاباتش هم باور نداریم، بهش هم هیچ نوع مشروعیتی نمیدیم، ولی به جاش خواسته ما اینه. اگر رژیم گفت نه، اعتصاب میکنیم، مقاومت میکنیم، اعتراض میکنیم، تظاهر میکنیم تا اون روزی که بالاخره به حقمون برسیم. حال سوال اینجاست، آیا حاضریم این ریسک رو بپردازیم؟ آیا حاضریم این خطر رو قبول بکنیم؟ ولی اگه نکنیم چه گزینه های دیگه متوجه ما هست؟ یا همین آش و همین کاسه است که دیگه لازم به گفتن نیست، همین وضعیت بدتر هم خواهد شد، یا خدای نکرده کار به جای باریک میکشه، این خط قرمز هسته‌ای رژیم ممکنه کار رو برسه به جنگ از برون، حمله نظامی، هزار جور گرفتاری‌های دیگر. بگذاریم از
زمینه تجزیه در کشورمون، بگذاریم از جنگ شیعه سنی که الان راه افتاده تو منطقه، اونجاست که باید همه محاسبه بکنن برای خودشون ببینن که هزینه کدوم یکی از این اتفاقات و گزینه هاست که بیشتر و گرانتر و هیچ چیزی مجانی گیر نمیاد، هیچ چیزی بی هزینه نیست. من همیشه به همیهنان گفتم هدف من این هست که راهی رو پیدا بکنم که با کمترین هزینه ممکن به اون آینده برسیم. گزینه‌های دیگری هم هست ولی هزینه رو جامعه خواهد پرداخت. اینجاست که باید جامعه رو تصمیم بگیرن که آیا حاضرن امروز این ریسک رو بگیرن، این خطر رو بکنن و این هزینه رو بپردازن و مقایسه کنن هزینه این کار رو با هزینه هایی که خواهند پرداخت که به مراتب بیشتر و با عواقب وخیم‌تر خواهد بود اگر امروز این گزینه رو در نظر نگیرن. اون دیگه به تشخیص جامعه واگذار میکنن. اما فلسفه کار بر مبنای است که الان بهتون توضیح. پیشنهادی از ایران آمده بود که مشورت میکردن با ماهایی که در خارج هستیم که آیا میتوانیم 48 ساعت قبل بیایم اعتراض بکنیم یا 48 ساعت بعد مردم به جای این اعتصابات کوتاه بیایم و نشون بدیم. من راستش مونده بودم این از شما سوال میکنم چی جواب بدیم به مردم. اینا یه سری مسئله تاکتیکی است که به هر حال باز مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیره، چون تئوریک نمیخوام جواب بدم به این سوال. بستگی داره که عملا زمینه هر نوع اقدام به مفهوم اعتراضیش و تظاهراتیش به هر حال چون باسی در یک جایی ملموس باشه به چه شکلی میتونه در داخل کشور شکل بگیره در این فاصله کوتاهی که از حالا داریم تا تاریخ انتصابات بعدی. بنابراین من فکر کنم مسئله نباید به روز آخر سپرد، از همین اکنون باید این مسئله آغاز بشه و همینطور بره تا اون مرحله بحبوحش که بیشتر شنیده بشه. برای که هرچی نزدیکتر بشیم به روز انتخابات هم حواس جهان یا مطبوعات بیشتر جمع میشه رو خود رژیم و این وسط مردم کم رنگتر میشن و حرفشون کمتر شنیده خواهد شد. برای که از همکنون آغاز بشه، از حالا جهان میدونه که یک بحرانی سیاسی برای رژیم هست و مردم از همین اکنون دارن این بحران رو با اعتراضشون نشون میدن. به عقید من شخصا هرچی زودتر این به نمایش گذاشته باشه بهتره، نه که موکول بشه به لحظه آخر. اما از نظر عملیش تا چه حد قابل انجام هست اون برمیگرده به افرادی که در داخل کشور میدانن تا چه حدی قابلیت برگزاری این نوع همایش ها رو دارن و ارائه دادنش به جهانیان و آیا اینو چند بار میتونن انجام بدن یا ترجیح میدن یک بار ولی مفصل انجام بدن. اون دیگه تشخیصی است که به خودشون باید واگذار کرد، ولی کلا به نظر من نباید صبر کرد تا لحظه آخر. شاهزاده خود شما بهتر از هر کس میدونید که طبقه مردم در ایران داشتیم که خوب متوسط فقر، الان ما داریم بالا و فقر. حالا عده‌ای که در فقر و بدبختی دارن به خرج میدن و با ذلت دارن زندگی میکنن سوال میکنن که سوال اینجاست که نان اول یا آزادی اول. من اینو از شما سوال میکنم و البته با اجازهتون من یه جوابی هم دادم، اگر شما تصویر بفرمایید خیلی ممنون میشم. ببینید کسی که گرسنه هستش، کسی که واقعا در مضیقه هستش، مسلما منم بودم میگفتم نان اول آزادی بعد. مشکل اینجاست که این نانی که امروز میارم فردا بازم لازم خواهم داشت، پس فردا باز لازم خواهم داشت، پس اون فردا باز لازم خواهم داشت. بنابراین مشکل حل نخواهد شد. یه جایی به هر حال یک تغییر عمده‌ای لازم هست. در کوتاه مدت مشکلات و معضلات روزانه افراد خیلی بیشتر جلوه میکنه تا نیازهای بنیادی که جامعه باید به اون متکی باشه. ولی اگه فردیش بکنید قطعا هر کی میگه آقا من فعلا بذار لااقش نون شبمو در بیارم. ولی اگه یه مرتبه یک همایش جمعی بشه دیگه تک تک نیست که بگه آقا جان هیچ کی به داد من نمیرسه، من چاره چیه. ولی اگه ببینم نه بابا این قضیه ممکنه واقعا اتفاق بیفته و سریع هم اتفاق بیفته، یا اوکی واقعا الان یه شانسی هست. ببینید این یه چیز میخوام بگم مرتبط به همه. اگه
هممیهنانمون در چارگوشه کشور احساس بکنن که کل مملکت داره تکون میخوره و هیچ خانواده‌ای یا هیچ نوناوری تنها نیست، فرق میکنه قضیه اون موقع. ولی این رو نمیشه با حرف بیان کرد، باز در عمل لمس بشه، باز ببینن، حس کنن. و خب میگم این یه چیزی که یه شبه اتفاق نمیفته، یه فرآیندی است که باز طی بشه. ولی خب قطعا اگه جواب سیاسی منو بخواین، کلید کار در آزاد شدن کشوره. اگه دردمندی جامعه رو بگید، دغدغه اول خب نون آبه، طبیعی است. چجوری میشه این درخواست و نیاز به نون آب شب رو تبدیل کرد به حل مشکل بنیادی کشور تا دیگه موضوع نون آب پیش نیاد در آینده؟ سپاسگزار هستم شاهزاده عزیز. دوست دارم که حال خودتون اون چیزی رو که میخواین، من اون سوالاتی که به نظرم میرسید از شما کردم، با بینندگان صحبت بکنیم. اولا خواستم یه چیزی رو برای اینکه سوء تفاهم برای هیچ کسی پیش نیاد، سوالاتی که از من کردید نقطه نظرات شخصی من بود، این رو به حساب شورا یا سخنگو نگذارید، چون این مواضع فقط دیدگاه‌های شخصی من بود. مسئله بعد که مربوط خواهد شد به شورا، قطعا بدونید که بایستی با تصمیمات دفتر سیاسی و شورا انجام بشه و من فقط انتقال دهنده نقطه نظر جمعی خواهم بود. امیدوارم این سوء تفاهم برای کسی پیش نیاد. خواستم از این فرصت استفاده کنم و این رو تقریر بکنم. پیام من به هممیهنانم همون چیزیست که کلا تو این مصاحبه و مصاحبه دیگر بود. من فکر کنم اتکا به خود و امید به هیچ چیز دیگر به غیر از توان بالقوه‌ای که میدونم در جامعه ما هست، رمز و کلید موفقیت ما خواهد. چون فکر کنم موقعی افراد میان سرمایه گذاری میکنن که حس بکنن که اون دونده یا اون ورزشکار یا اون به هر حال فعال به کارش و به هدفش و به خودش اعتماد به نفس داده. خیلی ساده است. به همین سادگی روی اسب برنده همه شرط بندی میکنن. دقیقاً. اگه مردم ایران بدونن که دنیا داره بهشون نگاه میکنه، ببین این مردم وایستادن، زیر بار زور دیگه نمیرن، خواستشون روشنه، فداکاری هم کردن، قبلا هم ثابت کردن، نشون دادن و همچنان مصرن که به نتیجه برسن. یک کشوری یه امپراتوری رو از کشور خودش خارج کرد و به استقلال رسید. داستان گاندی و هند رو فراموش نکنیم. اگر یک ملتی وای نستاده بود و همکاریش رو یا عدم همکاریش رو با یک حکومت خارجی نشون نمیداد، هرگز وضعیت در اون کشور تغییر نمی‌کرد. این بار ما یک حاکم درونی داریم، یه اشغالگر درونی داریم که مملکت رو به قول معروف اسیر در وهله اول گرفته. مسئله امریکا و چین و روسیه نیست. مسئله این هستش که آیا مردم ایران واقعا باور دارن که یه اقلیت مطلق که در رأس کشور نشسته و چماقدارانش که بیشترشون هم به قول معروف وارداتی هستند از کشورهای دیگه، میتونن در مقابل یک عزم راسخ و متحد ملتی ایستادگی بکنن؟ غیر ممکن هست. اما بایستی اتفاق بیفته. کما این که ذریب موفقیت حتی بیشتر خواهد شد، چون اتفاقا از دید روانکاویش، روانشناسیش، جمهوری اسلامی تمام کارهایی رو که کرده، این رو لازم نیست من بهشون بگم، خود کسانی که امروز در زندان انفرادی یا زندانی سیاسی هستن و شکنجه میشن میدونن که اولین هدف رژیم خرد کردن روحیه و از بین بردن امیده و نفاق انداختن. البته چرا؟ چون خوب میدونه که لحظه‌ای که مردم به خودشون ایمان بیارن و ترس ازشون بریزه، کارشون تمومه. خوب اینو میدونن و به همون اندازه عواملی که نظام ازشون استفاده میکنه برای سرکوب مردم، اونها نیز میدونن که اگه مردم تکون بخورن کل قضیه عوض میشه. پس این شدنی است. مسئله این هستش که واقعا این باور باستی یک انتقال گسترده پیدا بکنه. من نمیگم از فردا صبح را بیفتیم تو خیابون خودتون رو به کشتن بدید، صحبت اینجا نیست، ولی همون روحیه، همون حس اعتماد به نفس، همون همکاری، همون از حالت انفرادی در اومدن و حس کنن که این مجموعه اکثریتی تو جامعه خواهان این
تغییر هستن و با هم ایستادن، خودشون رو دیگه تنها حس نمی‌کنن، به همدیگر بیشتر اعتماد میکنن، با همدیگر بیشتر پیش میرن و به طور کلی کفه ترازو برمیگرده به سمت مردم. این کاملا شدنی است. حالا چقدر طول میکشه نمیتونم بهتون بگم، چقدر هزینه خواهد داشت واقعا نمیتونم بهتون بگم، ولی این رو میدونم که شدنی است و هزینه‌اش از هر کار دیگری که بکنیم برای جامعه ما کمتر خواهد. بنابراین پیام من به همیهنان این هستش که این بار اول نیست در تاریخ کشورمون که کشورمون مواجه با یک خطر بزرگ بوده باشه، ولی بی خود نیست که بیش از 3000 سال دوام آوردیم. این بار نیست، از پس این کار برمیاد با تجربیات جدیدتر و این اتفاقا کمک خواهد بود برای آینده سازی کشورمون. و بدانم که خیلی هستن تو سیستم که بهشون خواهم پیوست و منتظر علامتی هستن که بدونن کی میتونیم واقعا با خیال راحت از این نظام بکنیم و به مردم بپیوندیم، چون یه ذره بین زمین و هوا گیر کردن. البته رژیم همه تلاشش رو خواهد کرد که جوسازی بکنه، اختناق ایجاد بکنه، سمپاشی بکنه، باز همه رو به جون همدیگه بندازه، تأخیر بکنه، سرکوب بکنه. مسلما این کار رو خواهد کرد، غیر از این هم نباید ازش انتظار داشت. ولی دلیل این کار عدم اعتماد به نفس رژیم رو ثابت میکنه. نظامی اگه احساس ثبات میکرد که دست به این کارا نمیزد. خودشون خوب میدونن که دیگه چیزی باقی نمونده که از بین برن و دستپاچگیشون روز به روز داره مشهودتر میشه. ولی این دلیل بر این نیست که خود به خود از بین برن. بایستی این وسط جامعه ما یه اقدام صریح و قاطعی رو از خودش نشون بده و ما میتونیم خودمون رو نجات بدیم بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی. ولی میدونم اگه این کار رو بکنیم احتمال حمایت خیلی بیشتر خواهد شد و حتما هم اتفاق خواهد افتاد. پیامی که از بینندگانمون داشتم و خدمتتون عرض کنم، خیلی علاقمند هستن که مستقیما با خود شما صحبت کنن. آیا این شانس رو میدید به ما که ما این کار بکنیم و با مردم، با جوان‌ها، با کمال میل ما میتونیم حالا اگر حضوری نباشه از طریق اینترنت یا از فرم وسایل اسکایپ انجام بدیم با کمال و خدمتتون عرض میکنم از طرف جناب یعنی وطنخواه که صاحب امتیاز تلویزیون هستم، من که مدیر یه سرباز کوچک هستم، برای این شورایی که تشکیل شده تلویزیون در بستر اختیار. خیلی سپاسگزارم از لطفتون به عنوان رسانه و واقعا حساب میکنیم رو همکاری تمام رسانه‌های ایرانی که در کمک کردن به جا انداختن موضوع و کمک کردن به رساتر شدن صدای همیهنانمون و همکاری‌های لازمی که در ابعاد مفصل کار که در پیش داریم اونها نیز کمک خودشون رو برسانن و فکر میکنم این انگیزه درشون هست. خوب هستش که بین خودشون بتونن این هماهنگی رو انجام بدن و شورا متقابلا منتهای همکاری رو با رسانه‌هامون خواهیم داشت که بتونیم این کار رو به بهترین شکل پیش ببریم. چون اگر که شورا بخواد که یک رادیو تلویزیون مستقل بذاره، خیلی تو من توش هستم میدونم خیلی گرفتاری‌ها و مسائل دیگه است، ولی اگر تمام رسانه‌ها بیان یک صدا این هدف رو دنبال کنن، هم دل مردم رو بیشتر شاد میکنن، هم زودتر ما به هدف میرسیم. ما آمادگی و اعلام میکنیم که با هر رسانه‌ای که در راه شورا قدم برداره ما هم صدا میشیم. من به سهم خودم ازتون سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم و میدونم که باید برید برنامه‌های دیگه هم در پیش دارید. آخرین معمولیت هم اجازه بدید که بعد وقتی من اومدم از ایران گفتن کتف شما رو ببوسم. منم کتف همیهنان رو ببوسم. اینجا دیگه اجازه بدید منم نظر شخصی رو بدم. با این مردمی که صحبت میکنم، با این جوانانی که صحبت میکنم، با این محبوبیت عجیبی دارید و کشش دارید. هر زمان که صحبت میکنید، هر زمان که در یک جلسه حضور پیدا میکنید، میبینم. من همیشه کنار وای میستم و شاهد هستم. اصلا همه چی عوض میشه و این رو باید بیشتر به مردم بدیم، بیشتر باشیم. شما دیدید که در همونجا منم شاهد بودم وقتی داشت بودیم چجور داد میزدن ایران ایران ایران.
ما باید ایران اون رو داشته باشیم، بریم پای صندوق رای، بعد به اونی که اعتقاد داریم باید با همه باشیم، باید دست به دست هم بدیم. بعد دیگه بعد از 34 سال بعد این همه این چیزا بره کنار، همه این چیزا بعد به داد دل بچه‌های ایران، این خانواده‌هایی که در فقر و بدبختی، زندانیان سیاسی، همه با همه برسیم. تنها یک راست و آرزوی ما، ایدئال ما این هستش که هر چه سریعتر این شورا در جایگاه خودش روز به روز قرار بگیره، در کنار اون راهی که داره میره موازی. فراموش نکنیم ایرانه و باید سریعتر به مردم دلخوشی بده. من سپاسگزار هستم ازتون و بازم تشکر میکنم و امیدوارم، آرزو میکنم که روزی در میدان شهیاد ایران، میدان آزادی ببینم. این آرزوی. سپاس از شما. خیلی متشکرم. مرسی. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جا تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این شبنم،